چی میشه اگه کل کویر و لوت ایران رو پنل خورشیدی کار بذاریم؟ احداث مزرعه 12000 متری برای تولید انرژی پاک در بوستان پهلوانان. 228 نقطه روستایی در استان زنجان نیروگاه خورشیدی 600 مگاواتی فولاد مبارکی اصفهان را در شهر کوهپایه به صورت برخط افتتاح کرد. حدود 450,000 کیلومتر مربع از خاک ایران رو کویرها تشکیل دادن و 50,000 کیلومتر مربع رو هم لوت، که یعنی در مجموع 500,000 کیلومتر مربع از خاک ایران رو کویرها و لوت تشکیل دادن. و از طرفی هم طبق آمار جهانی ایران و خاورمیانه در منطقه‌ای قرار دارن که بیشترین تابش نور خورشیدی رو در طول روز داره و منطقه مناسب برای تولید برق خورشیدیه. خب طبق این آمار اگه قرار باشه 500,000 کیلومتر مربع از خاک ایران رو پنل خورشیدی کار بذاریم، میتونیم حدود 6 برابر مصرف کل کره زمین برق تولید کنیم، که ایده جالبی به نظر میاد. یعنی با کارگزاری پنل خورشیدی فقط در 1/6 این مساحت میتونیم برق مصرف کل زمین رو تولید کنیم، که هم برای محیط زیست مناسبه، هم میتونیم از صادراتش درآمد نجومی داشته باشیم. اما اگه قرار باشه برق مصرفی کشور خودمون رو فقط تامین کنیم چی؟ برای اینکه بتونیم کل برق مصرفیمون رو تامین کنیم نیازه که حدود 10,000 کیلومتر مربع رو پنل خورشیدی کار بذاریم، که باز هم با شرایط کنونی و بودجه‌ای که لازمه ما توانایی این کار رو نداریم. اما راهکار چیه؟ با سیاست فعلی و شرایط کنونی ایران فوقش بتونه 1 تا 2 گیگاوات هر سال پنل خورشیدی کار بذاره، که بیشتر از 10 سال طول میکشه تا فقط بتونه ناترازی برق تابستونیش رو جبران کنه. ولی چی میشه اگه این سیاست اصلاح بشه و بخشی از تحریما برداشته شه؟ با نبود بخشی از تحریما ایران توانایی اینو داره که هر ساله 1000 کیلومتر مربع از خاکش رو پنل خورشیدی کار بذاره، که این 1000 کیلومتر مربع میشه معادل 6 تا 7 گیگاوات برق خورشیدی. و طبق آماری که منتشر شده ایران در ماه‌های تابستونیش و ماه‌های گرمش بین 15 تا 20 گیگاوات ناترازی برق داره، که میشه گفت با کار گذاشتن هر سال 1000 کیلومتر مربع پنل خورشیدی ایران میتونه ظرف 2 تا 3 سال ناترازی برق تابستونیش رو جبران کنه، از ظرف مدت 3 تا 10 سال کل برق مصرفی کشور رو تولید کنه، که اگه همچین اتفاقی بیفته کلی روی محیط زیست و اقتصاد کشور تاثیر میذاره. برای مثال اگه فقط قرار باشه که ناترازی برق تابستونیمون رو جبران کنیم، یعنی 15 تا 20 گیگاوات یا 3000 کیلومتر مربع پنل خورشیدی کار بذاریم، علاوه بر این که میتونیم برق تابستونیمون رو جبران کنیم، در ماه‌های سرد سال که نیاز به برق کمتر میشه و مصرف کمتر میشه، ما میتونیم برق مازاد تولید کنیم که حداقلش 13 گیگاوات برق مازاد داریم، که اگه این 13 گیگاوات رو بخوایم همینجوری صادر کنیم و قراردادی ببندیم که به کشورهای همسایه فروخته بشه، عددی که تخمین زده میشه بین 20 تا 30 میلیارد دلار میتونه درآمد صادرات برق ایران باشه، که این عدد میشه بیشتر از نصف درآمد نفت و گاز کشور. ولی خب این کار نیازمند ساخت زیرساخت برای انتقال برق به کشورهای همسایه است، که باز هم در شرایط کنونی متاسفانه ایران توانایی ایجاد همچین پروژه‌ای رو نداره. خب حالا بیایید فرض بگیریم که اصلاحات سیاسی ایجاد شده و بخشی از تحریما برداشته شده، به طوری که ایران بتونه هر ساله 1000 کیلومتر مربع از خاکش رو پنل خورشیدی کار بذاره. اون وقت چه اتفاق میفته؟ همونطور که بهتون گفتم طی مدت 2 تا 3 سال ایران میتونه ناترازی برق تابستونیش رو جبران کنه، که یعنی دیگه لازم نیست هر روز قطعی برق داشته باشیم، و از طرفی برق مازاد تولید شدهش در زمستون رو میتونه صادر کنه، که همون جور که بهتون گفتم میشه بیشتر از نصف درآمد نفتی و گازی ایران. اما پس از 10 سال چی میشه؟ 10 سال که از این پروژه بگذره یعنی 10,000 کیلومتر مربع از خاک ایران پنل خورشیدی کار گذاشته شده، که میشه تقریبا معادل 3800 تراهش برق سالانه، که این برق پاک میتونه کل مصرفی برق ایران رو تامین کنه. یا اگه قرار باشه همچین برقی رو صادر کنیم، عددی که تخمین زده میشه 200 میلیارد دلار میتونه هر ساله درآمد صادرات برقی ایران باشه، که این عدد میشه 4 تا 5 برابر درآمد صادراتی نفت و گاز ایران.
بخش جالب ماجرا اینه که کل GDP کشور یا تولید ناخالصی کشور حدود 400 میلیارد دلاره که برق خورشیدی تولید شده میشه حدوداً نصف GDP کشور. اما معضلات و مشکلات این پروژه چیه؟ همونجوری که بهتون گفتم بهترین مکان برای کار گذاشتن پنل خورشیدی کویرها و لودها هستن و اگه قرار باشه این پنل ها تو کویر و لود کار گذاشته بشن نیازه که هر چند وقت یک بار صفحه‌شون پاک بشه، چون گرد و غبار میگیره و باعث میشه که برق تولید شده کمتر بشه. مشکل دوم اینه که به طور خیلی کم باعث گرمایش اون منطقه میشه. مشکل سوم به هم زدن اکوسیستم و محیط زیست بیابون‌ها و اون خاکه که باز هم 10,000 کیلومتر مربع فقط بخش کوچیکی از اون صحراست. به امید روزی که ایران زمین دوباره به شکوه خودش برگرده و بتونیم اجرا شدن همچین پروژه هایی رو تو سرزمین خودمون ببینیم.